خوجگی دیخونی اگر 60,000 خوجگی دیخونی در ولایت تشکیل شدگی باشه و همین 50%ش رو برای خوجگی زنای یک نسبتی رو برای خوجگی زنای که یکان لیگوت پیشنهاد کرده باشه که پیشنهاد کرده نیستن هست خیلی پرابلم چرا یک روز برای میگم که همین لیگوتی که برای همین چکرگی امروزه امانتمند یعنی زنو واقعا دارن نگه نمیخواد پرابلم ها در گرفتن قرض و هست دیگه نمیشه هست خیلی شما در بجر میکنم که مسئولیت کنن خیلی میگه که روشه چه کنن در کلام را خطیر شل بگیم باید مثل شوهرش یا پسرش مثل کار میکنه و رفته باید در همین بانک باید برای شود کنیم ما گفتن نمیتونیم که بانک که بتایی را پولت کنیم این قانون نیست یک روح کرده که شل بگیم فرزندش قطعا زندگی میکنه و این باید به طرفی را نگیره همین جامعه برای که اگر بخوایم به طرفی کنه باید همه یک باشه چخیل مادرش کار میکنه فرزندش چه به طرفی میکنه من خونه رو نمیدونم برای این مادرم قدی برای فرزند میکنه همه چیزه برای هم میفهمم که همین جمعیت هست باز اینو بانک چخیل میگه که بانک تو 5,000 رو میتن سال یک کسی همین گرانتی میتن که من اگر نتونم من میتونم که 5,000 جور چی اگر باید یک چی اموال یک چی رو باید که رو نظر میشه خوره برای ما هم حق نداریم بگیم که یه میره بطی پول 5,000 سومانه